چجوری پولامون رو کلا به آتیش بکشیم تموم شه بره. میریم کتاب جدیدم میگیریم. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به یه ولاگ دیگه با من. کاری که توی این ولاگ میکنیم اینه که من نهایت مصرفگریمو نشون میدم. دلیل داره این کار. من اصولا اصلا همچین آدمی نیستم که هی بخوام برم خرید و اینا، یعنی اصلا. بعد یه اتفاقی که افتاد توی این بعد از داشتم میگفتم که بعد از این دوران سخت جنگ که تموم شد یه میلی تو من بیدار شده بود، اینکه برم هر چی که پول دارم و خرج بکنم. یه جوری بودش که امید به آیندم به صفر میل میکرد. البته که تو پرانتز من کلا همچین آدمیم، ولی حالا کاری نداریم. ولی خیلی عجیب بود واسه خودم که اصلا دلم نمیخواست دیگه هیچ پس اندازی داشته باشم. مدام دلم میخواست برم هی خرج بکنم. بعد جالب بود که تو توییتر که راجعش با بچه‌ها صحبت می‌کردیم خیلی این حسو داشتن. بعد خیلی سعی کردم که مثلا ساپرسش کنم، مثلا اینجوری بکنم که نه مثلا نکن. بعد یه چند وقت گذشت، یهو انگار این بیدار شد و من اصلا میگم تاکید میکنم که بدونی مثلا چه کسی نیستم، هی همینجوری شروع کردم خرید کردن، حالا چه برای خودم و بیشتر برای بقیه. بعد در نتیجه این ویدیو در مورد اینه که چجوری پولامون رو کلا به آتیش بکشیم تموم شه بره. واسه اولین کارم من میخوام برم این ناخونا رو درست کنم. الان میریم اینا رو درست میکنیم و خریدار رو یه سریشو میریم میکنیم، یه سریشو کردم میاد اینجا با هم آنباکس میکنیم. و اینکه اگه تو دوره هستین که میخواین سیو پول بکنین، به نظرم نبینین اینو، ولی در کل دیگه اینم یه بخشی از زندگیه. قبل از اینکه این تیکه رو قطع کنم و بریم اینا رو درست بکنیم، یادتون نره لایک بکنین. خیلی به دیده شدن ویدیوهای من کمک میکنه و اینکه احتمالاً پیش برین یادتون میره. و مثل همیشه ویدیو تیکه شده است. هر تیکه رو دوست داشتین میتونین بیپرین، تیکه بعد بیپرین که بپرین. من رسیدیم از روز بعد. ناخونا رو حالا میبرم تو نور، توی نور بهتر نشونتون میدم، چون به نظرم خیلی هیجان انگیز شد و اون دستگاه واقعا ارزش خریدشو داشت. الان کاری که میکنیم اینه که اولا که من امروز یه دونه خبر خیلی خوب شنیدم و اون این بودش که شب به زرشک پلو با مرغ دعوت شدم که به نظرم خوشمزه ترین غذای دنیاست. بعد واسه همین امروز روحیه‌ام خیلی خوبه، یعنی بهتر از حد معمولشه. بعد الان کاری که میکنیم میرم دوربین فروشی، به خاطر اینکه ما یه سفری پیش رو داریم جلوتر. بعد من احساس کردم که مثلا با دوربین گوشینا خیلی خوش کیفیت نمیشه، بعد بهتره که بریم مثلا یه دونه دوربین بگیرم. الان میریم اونجا ببینم که چه شکلی، حالا بهتون نشون میدم که این حالت مصرفگرایی رو به اوج خودش برسونیم. بعد هر چند ببینم دلم میخواد بگیرم، یعنی هیچ لیمیتی نمیخوام بر خودم بذارم. بعد یه اتفاق دیگه ای هم که هستش اینه که کتابم تموم شد، کتاب قبلی که داشتم میخوندم، و میریم کتاب جدیدم میگیریم. و من بعد از اینکه برگردم خونه بهتون توضیح میدم که چرا این کتابو گرفتم و از معرفی کی گرفتم و با اینکه دوباره تو رید لیستم نبود چرا میخوام بخونمش. بعد الان که موهاینم میبینین این شکلیه، به خاطر اینکه میخواستم بیام جلوی ویدیو، وگرنه من اعصابم نمیکشه و اینا هی به مرور جمع‌تر میشن تو بیرون. بریم. فروشگاه اولی که رفتیم هیچی نداشت، فروشنده‌ش هم خیلی بد اخلاق بود، من هیچ توضیحی نمیداد. همون یه مدلی که بهتون نشون دادم و فقط داشت که قیمتش هم بود قبل تکس $700 خورده $، ولی اون آخرین مدلش بود و هیچ مدل دیگه برای مقایسه نبود. مغازه قبلی اصلا به درد نمیخور. من اومدم اینجا، این سکشن سونیه، اینم دوربین خود منه. بعد سونی ایناش خیلی معروف شده، تازگی‌ها احتمالاً دیدین، ولی متاسفانه این خیلی خسیس، این دموش کار نمیکنه. این 360 X5 که خیلی معروف شده و خیلی خوبه و اینا. این پروشه که این بهتره واسه ولاگینگ. این مثلا 550 740 اینا قبل تکسن جفتشون. خب حالا میایم سراغ سکشن DJI که خب برند خفنیه، اینا دروناشن
که خوب گرونن، 1500 تقریبا 600. ولی اونی که من پسندیدم بیارمتون این طرف، بین اینا مونده بودم من، اکشن 5ش و این کوچولوش که خیلی خوبه برای بلاگینگ، ولی مشکلی که داره اینه که علاوه بر اینکه گرون تر بود ضد آبم نیست، ولی اینا ضد آبم هستن. بعد و شد 495 که در نهایت چیزایی که گرفتم همین اکشن 5 شد که نشونتون دادم. الان برم خونه بازش کنم، ستاپش بکنم، ولی مسخرگیش اینه که هیچی توش اینکلود نیست. یعنی حتی این استیکی هم که بشه وصل میشه توش نیست، یعنی فقط دوربین خالی میاد، مموری هم حتی نداره. این مزیتی بود که اون یکی‌ها داشتن، اونا به کلاود وصل می‌شدن. یه دونه مموری استیک هم واسش گرفتم و اون میکروفونایی که خونه دارم باش کامپتیبل نیست و بعد میکروفون خودش رو بگیرید. این دو تایشو گرفتم که میره تو این باکس شارژ میشه، ولی یه دونه ایش هم هست که $100 ارزون تره. بعد حالا اینا رو که گرفتی یه دور اینجوری بدبخت شدی، میبینی که گفتم استیکینا نداره دیگه، این هد ماونت ها رو یه دونه اینم میری میگیری که این اکسسوری رو داشته باشه، ولی این دیگه برند متفرق از خود دی جی آی نیست چون مثلا گرونه و اینا رو داره دیگه. مثلا این به بدن وصل میشه، این به کله وصل میشه، اینو میزنی رو آب میمونه. بعد با این جینگلیه دیگه، این مثلا استندشه، این استیکشه، اینا هستن. این کلا فکر کنم $50 قبل تکس. بعد کل اینا رو هم حدودا یه چیز مثل برای تکسش 1070 این کورا میشه. در نتیجه چیز گرونیه و من صرفا سر مصرفگرایی گرفتم که کیفیت ویدیو یکم بهتر شه. بچه ببینین، لایک بکنین، مثلا ورشکست میشم به خدا. یکی از 1000 تا دلیل دیگه که اینجا نقطه محبوب من تو این شهر. من ضایع شدم، اون کتابی که دنبالش بودم نداشت، کتاب بعدی ریدلیس هم نداشت. در نتیجه دیگه از آمازون سفارش دادم، برسه نشون میدم، ولی اینا رو من الان چیتان پیتان کردم دیگه، به اون باکس نرسیدیم و داریم خونه بچه‌ها کتان با زرشکاله با مرغ می‌خوریم. بفرمایید. نیما جان. بله بفرمایید. شما بفرمایید. لطفا خواهش می‌کنم نذارید. طور خدا. استدعا دارم. سلام از روز بعد. الان می‌خوایم اینا رو با هم آنباکس بکنیم. بعد من بذاریم بشینم اول. می قیافه منو که می‌بینین این شکلیه به خاطر اینه که ما دیشب رفتیم کتان بازی کنیم. بعد اگه ویدیوشو ندیدین میذارم اینجا حتما ببینین. بعد خب خیلی طول می‌کشه. یعنی دیگه 2 بود آخراش و من دیگه رسما روی خود میز بازی داشتم می‌خوابیدم. چون من حالت عادی 11 اینا می‌خوابم دیگه. بعد واسه همینه که اینجوری من هی صبر کردم که یکم حالت صورتم خوب بشه، ولی دیگه اوکیه. حالا بسته‌هایی که داریم اینجا شروع می‌کنیم. اولین بسته اینه. ببین من از هر فاصله سفرم به سفر بعدی بزنین هول بدم از کار بیرون، مثل سنجاب شروع میکنم وسایل رو جمع کردن تا سفر بعدی که میرسه چمدون سوغاتی ها پر باشه. حالا تلاشم حداقل میکنم. الان این بسته سفورا هم بیشترش بر مردمه. یه سری روژن، این روژا تخفیف خورده بود اون روز در واقع. ان شاء الله اونا که برشون سوغاتی میبرم نمیبینن اینا رو. اینا واسه اوناست. بعد دیگه سری اشانتیون عطر. دوباره یکی دیگه بودش از این چرا کارتونش اینجوری شده؟ از این پک های کادوییه. ریمل و مثلا یه دونه عطر کوچولو میذارن، دوباره خیلی مناسب برای هدیه دادن واسه سوغاتینا.
یه چیزش فقط برای خودم بود که اونم احتمال میدم ببرم پس بدم، به خاطر اینکه اینجا شما میتونیم محصول رو استفاده بکنی بعد ببری پس بدی توی حالا بازه یه ماهه. من نکردم تا حالا این کارو، یا کردم نمیدونم. اینه بذار بیارم جلو. فوکس. به خاطر اینکه واسه من کلا لوازم آرایش رنگی تعریف شده، یعنی من وطنم که بودم حتی روژینا رو هم آبی و مشکی میزدم ولی دیگه اینجا روم نمیشه. این چرا باز نمیشه من نشون بدم؟ خب من مجبور شدم که پاره کنم اینو. آره داشتم میگفتم که اینجوری بود و اینجا ولی روم نمیشه این کار رو بکنم. بعد اینم خیلی رنگینا بود، جوگیر شدم گرفتم، بخاطر که الان گفتم الان روی مود سرمایه گذاری مصرف گراییم. خیلی قشنگه واقعا. این از بسته اولی. بسته بعدی اون همون کتابیه که دیروز نشون دادم نداشت، گرفتم از آمازون ولی آخرتر باز میکنم چون میخوام توضیح بدم که چرا این کتابو گرفتم. و محصولات بعدی که خیلی ذوق شده، اینم هست که دوباره دیروز گرفتیم. چقدر قشنگ میتونه باشه واقعا یه چیزی. فقط من نگرانم این دستاش نازک باشه و قهوه که میریزم توش بشکنه. اگه اینجوری باشه خیلی ناراحت میشم، ولی واقعا خوشگله. در واقع اینا برای کالکشن هالووین بوده، از کالکشن پارسالش احتمالاً مونده گذاشته بود، ولی خب اصلا من اسکلت که از علاقه‌مندی گندمه، همه چیش هست، خیلی قشنگه. میرسیم به بسته‌های اصلی. از این اکسسوری رو باز کنم. کل این پک اکسسوریش درسته حالا $50 بود و واقعا هم همش استفاده نمیشه، ولی داستان این بودش که من رفتم از آمازون سفارش بدم، بعد دیدم هر کدوم این بیلبیلکاش $20 اینا بود و گفتم خب چه کاری، دفعه اینو میگیرم همه رو داره دیگه، قطعا بیشتر چیزایی که این تو هست واسه من قابل استفاده نخواهد بود، ولی اوکیه. این اکسسوری اینجوری با کیفش میاد و وقتی که باز میکنی اینا، این پایه‌ای که بذاریش اصلا واسه روی چیزی که گفتم هیچی نداره خودش، این اون استیکیه که بگیری دستت. بعد اینا همشون برای بس کردن حالا به دوچرخه و اینجور جاست که احتمالا حالا برام فعلا لازم نیست. این خیلی جالب بود، این واسه اینه که بمونه روی آب، یعنی این بیلبیلکش بمونه رو آب و خود دوربین میره زیر آب که بتونه از زیر آب فیلم برداری بکنه. و مهماش بر من این بود که این اینجوری میره روی سر که کمک کنه این گوپرو، حالا این دوربینی که گرفتم، روی سر وصل بشه. و اینم خیلی جالب بود که اینم به بدن وصل میشه و اون میمونه اینجا که تو نگیری دستت. بعد حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که آیا تو انقدر گنده یوتیوبر گنده ای هستی که بخوای اکویپمنتاتو اضافه بکنی اینا؟ پاسخ اینه که نه، به خاطر اینکه ما یه سفر قرار بریم، گفتم توی 2 هفته پیش رو. بعد اونجا به نظرم از این شهری که توش هستم خیلی قشنگ‌تره و دلم نمی‌اومد که صحنه‌هاشو نتونم نشون بدم. به علاوه اینکه این دوربینی که خونه باهاش فیلم میگیرم خیلی تکون میخوره وقتی میبریش بیرون و سنگینه، پس این نمیشه. بعد کیفیت گوشی هم وقتی که میذاری روی واید اونقدری که میخوام واسه طبیعت اینا قشنگ نمیشه. در نتیجه این شد که تصمیم گرفتم که اینو بگیرم، ولی آره کاملا در مرز ورشکستگی‌ام. اون چیز اصلی که خیلی ذوقشو داشتم خود دوربینه، واقعا خیلی هیچی نداره، یعنی فقط خود دوربینه. بذاریم باز کنیم. من رفتم دوباره همون چاقویی که اون سری زدم دستم باش ترکوندم و آوردم که با این باز بکنیم. ASMR آنباکسینگ. چرا امروز همه باز کردن پکیج زایم میکنه اینجوری؟ حالا یک کوچولو کارتون رو گشاد بگیرین چی میشه مگه؟ بچه اوپنش از این ور بود. یه بیلبیلک اکسسوریز داره و خود دوربین. بچه لحظه سوپر ساتیسفاینگ. این از خود دوربین خیلی کوچولوه، ببین اندازه انگشتای منه. اینم از اون سریش که میره روی سر ماونت میشه که مال مثلا واسه دوچرخه و از اونجا که خیلی اسکی باز قهاریم برای اینجور چیزا، ولی نه واقعا به درد میخوره. به خاطر اینکه من بعد از این سفره بلافاصله بعدش ما با شرکت میخوایم بریم قایق سواری، یه دونه سپید بوتینگ، بعد نمیشه واقعا دوربین عادی و برد، حتما باید ضدآب میبود و اینکه دستت خب بنده دیگه. اینو احتمالاً ببرم با این وضعیت فقط نمیدونم روم میشه جلو بچه شرکت یا نه. یه مورد دیگه فقط مونده که باز بکنیم و بعد بریم سراغ کتاب. میمونه میکروفونش. این میکروفونش فکر کنم خیلی جیبی و کوچولو موچولو و اینا باشه. کیف داره.
آفرین، چه عجب. اونقدر اون یکی تو جعبش هیچی نداشت، من واقعا امیدی نداشتم. این جالب تره به نظرم. یه دونه از این نویزگیرا، از این پشمالوها، سیم و خود این بیلبیلکش خیلی وایرلس و قشنگ و ایناش مثل ایرپاده. اینجوری باز میشه، بذارین بکنم، اینجوری باز میشه. این میکروفونای گوگلیش این تو هن، شارژی هم، اینم دانگلش. میرسیم به آخرین آیتم که چیزی نیست جز کتاب. البته آخری بقیهش نرسیده هنوز، من این مصرف کردیم همچنان ادامه داره. کتاب جدید. این کتاب کوتاهی اتفاقا، حدود 150 صفحه اینطوراست. این کتابو من از معرفی سارا برداشتم، پیجشو میذارم این زیر، حتما بهش سر بزنین. خیلی قشنگ در موردش یه دونه ویدیو یوتیوب داره، من خودم البته نصفه دیدم چون احساس کردم که داره اسپویل میشه، ولی خیلی مشتاقم کرد که برم بخونم، مخصوصا الان که این خشم درونم نسبت به اتفاقایی که داره میفته خیلی زیاده و این کتاب بی ارتباط نیستش به این سبک عذابایی که ما میکشیم. واسه همین من خیلی احساس نیاز میکردم که برم یه همچین چیزی بخونم که احساس بکنم که فقط خودم نیستم که توی این رنج تنها، آدمای دیگه‌ای هم بودن و خواهند بود. ولی حالا برسر یه آب رو آتیش که نیست قطعا، ولی یه کوچولو کمک میکنه. حالا میخونم، خلاصش هم قطعا توی شورتا میذارم، پس ازش غافل نشین. این دیگه آخرین پکیج واسه این ویدیو که میخوایم آنباکس بکنیم ببینیم توش چیه. این بیشترش برای همین داستانی که گفتم مثل سنجاب جمع میکنم تا برم. اصلا مشخص نیست که معلومم اینجا، آره مشخص نیست فعلا که کی میخوام برم، ولی به هر صورت اگه من اینا رو بذارم واسه همون لحظه آخر به لحاظ مالی پاره میشم. بعد حالا یکیش برای خودمه، بقیهش دیگه بر مردمه. از همشون جالبتر واسه من این بود، به خاطر اینکه بابای من بابای تیپیکاله، یعنی از این بابا که مثلا کفش مردونه میپوشن، نه اصلا مثلا تیپ عجیب غریبی نداره. بعد چیزی که پسندیده واسه من خیلی عجیب بود، بزنین نشون بده. این که بر خودمه، وای چقدر قشنگ بود. چیزی که بابا پسندیده، اصلا نمیدونم که چی شد که اینو پسندید. اصرار هم داشت که جردن باشه، ولی حالا دیگه این جردن نشد، از این دانکلار شد. ولی بعدی کفش برادره، همون دوباره مشکیش. اون یکی کفش خودمه. به نظرم دیتیلش خیلی قشنگه، همین که اصلا این بیلبیلکش فلزیه. و واسه من چیزی که خیلی دوست داشتم بودش که این کفش اینجوری حالت ژلیتور داره. توی خود استراکچر کفشش تغییر ایجاد نمیشه، صرفا این سری وسواسه که آدم میگیره و رنگش هم که اصلا ایدئال منه. در نتیجه من این سری که برم ایران همه با هم می‌خوایم گروه سرود بزنیم. دوتای بقیه هم از سفارش‌های برادره، یه دونه شلوار و تیشرته که اینا رو هم احتمالاً بدم مسافری ببره. اینو فکر کنم واسه رفتن من نمونه، چون می‌خواست اینا رو برای تابستون. و من داشتم فکر می‌کردم که اگه یه کوچولی واقعاً وقتم آزادتر بود حتما میتونستم آنلاین شاپ بزنم، به خاطر اینکه نه تنها این خریداهای میشه و این حرفا، از اون طرف هم این درگیر این که هی مسافر بگردی بری بارا رو بدی آلردی هستم. خیلی خوب میشد که بتونم ازش پول در بیارم، تا وقت ندارم. ولی فکر کنم یکم بعد اینو جاب اپلیکیشن بذارم که اگه مثلا مونترال بیاد یکی کمک من بکنی آنلاین شاپ را بندازیم، بخاطر اینکه من میرم دیگه الکی، بعد طبیعتا از بردارم که پول اضافی تر نمیگیرم دیگه. همین دیگه، به نظرم این ویدیو رو تمام بیشتر از این ورشکستن شدم تموم بکنیم. خوب نیست به نظرم کلا این حجم از مصرفگرایی، سعی کنین نکنین. من حس میکنم که بخشی از اینا رو اونایی که واسه خودم بود و ممکنه که ریترن بکنم، نمیدونم هنوز. ولی در کل مرسی که دیدین، توی ویدیوی بعد میبینمتون. بعد اینکه اگه این ویدیو رو دوست داشتین احتمالاً این ویدیو هم دوست دارین، پس میتونین بریم ببینین و نظرتون رو بهم بگین.